خب بچه‌ها سبک کانستراکتیویسم این نکته‌ای که امروز هم خوابیم بدترزمن یک نکته‌ای که وجود داره و جلسات قبل هم من بهتون گفتم بچه‌ها سبک‌های معماری چون کلاً معماری یه جورهای ظرف زمانه در هر جامعه، چه این جامعه یک جامعه سنتی و شرقی باشه مثل ایران، مثل ژاپن، مثل چین، چه تاریخ در گذشته اتفاق بیفته در قبل از میلاد، چه بعد از میلاد، چه قبل از مدرنیسم، چه بعد از مدرنیسم، کلاً معماری همیشه در طول زمان از دوران باستان تا به امروز نشانگر المان‌ها و اتفاقات و تغییر و تحول‌هایی هستش که در اجتماعات افتاده و معماری هر اجتماعی، هر تمدنی، هر کشوری تحت تاثیر دقیق مستقیم اون اتفاقات و وقایع اجتماعی و سیاسی و فرهنگی هستش که در اون کشورها به وقوع می‌پیونده. و من خودم شخصا دارم توی هیچ کتابی این جمله رو ننوشتم، من خودم همیشه میگم معماری ظرف زمان خودشه که زمان و اون اتفاقاتی که در اون زمان میفته رو در خودش جای میده. خب این قضیه توی همه سبک‌ها، تمام سبک‌هایی که تا قبل از این ما در موردش صحبت کردیم وجود داشته. اصلا پایه‌های مدرنیسمی که ما تو جلسه اول در موردش صحبت کردیم و از انقلاب و از دوره رنسانس تجزیه تحلیلش کردیم تا رسید به انقلاب صنعتی و خود واژه مدرنیسم رو موشکافی کردیم. اینجا وارد سبکی میشیم به نام سبک کانستراکتیویسم. بچه‌ها سبک کانستراکتیویسم در لغت یعنی ساختگرایی، ساختارگرایی. اصلا از کانستراکشن یعنی چی؟ سازه، ساختار و به معنی ساختارگرایی هستش. این معنی واژه‌اش. اما این یعنی چی؟ خواستگاه سبک کانستراکتیویسم برمیگرده به روسیه. یعنی اولین بار بعد از چند دهه و چند سده بهتره بگم روسیه و معماران روسی در یک سبکی تاثیرگذار میشن و آغازگر یک سبکی میشن که به شکل واقعی و به جرأت روی تمام سبک‌های بعدی از جمله سبک بین‌الملل هم حتی اثر میذاره. این سبک بین جنگ‌های جهانی اول و دوم و کمی قبلتر از جنگ جهانی اول در روسیه شروع میشه و کاملا تحت تاثیر تحولات اجتماعی و سیاسی عمیقی هست که در روسیه سال 1917 اتفاق میفته. سال 1917 ما چه واقعی تو روسیه داریم کسی میدونه؟ بچه‌ها انقلاب اکتبر 1917 روسیه در سال 1000 یعنی امپراتوری روسیه تحت فرمان تزارها و نیکولای در سال 1914 به امپراتوری آلمان اعلام جنگ میکنه و وارد جنگ جهانی اول میشه. اما در سال 1917 درون خود روسیه که درگیر جنگ هستش یک انقلاب اتفاق میفته که انقلاب سوسیالیستی هستش، انقلاب بولشویکی به رهبری لنین و لئون تروتسکی. البته تو تاریخ الان فقط اسم لنین اومده با خاطر اینکه لئون تروتسکی حذف شده بعداً از جریان انقلاب روسیه. نکشتنش اتفاقا حذفش کردن و یکی از بهترین کتاب‌ها در مورد تاریخ انقلاب روسیه رو لئون تروتسکی نوشته. یک کتاب فکر می‌کنم 2 جلدی هستش به معنی تاریخ انقلاب روسیه نوشته لئون تروتسکی و خودش به عنوان کسی که در دست راست لنین بوده در جریان انقلاب چیزهایی توی کتاب نوشته شده که خیلی جالبه. به طور کلی به نام لنین میشناسن انقلاب. در سال 1917 این انقلاب در روسیه رقم زده شد در حالی که روسیه درگیر جنگ جهانی اول بود و داشت در جبهه‌های لهستان با ارتش آلمان می‌جنگید، با ارتش اتریش مجارستان می‌جنگید. اما چه اتفاقی افتاد بچه‌ها؟ یک سری اتفاقات اجتماعی در روسیه سال 1917 رقم زننده انقلاب بود. بهترین شاید اگه بخوایم کتاب نخونیم در این مورد و فضای روسیه اون زمان رو بخوایم درک بکنید یک فیلمی ساخته دیوید لین به نام دکتر ژیواگو که با هم دیگه
پوسترش رو ببینیم. خود فیلم رو من براتون پخش می‌کنم چون خیلی معماری توی فیلم مهم نیست. چیزی که توی فیلم مهمه تاریخ زندگی شخصی به نام دکتر یوری ژیواگو که این فرد شاعره، هم دکتر پزشکه و هم شاعر و از اتفاقاتی توی زندگیش میفته که کاملا تمام جریان انقلاب روسیه رو از قبل از 1917 تا بعد از جنگ‌های داخلی شوروی نشون میده. شوروی یه جورهایی بچه‌ها گفتم اگه یادتون باشه تو جلسه اول گفتیم که انقلاب صنعتی در اروپا یه سری محاسن ایجاد می‌کنه، یه سری از معایب اصلیش که بهتون گفتم چی بود؟ گفتم که انقلاب صنعتی یک طبقه جدید ایجاد می‌کنه که تا قبل از اون تو تاریخ اروپا و جهان وجود نداشت، کارگران. این طبقه کارگران که تعداد خیلی زیادی از افراد جامعه و مردم جامعه رو تشکیل میده، رفته احساس چیکار میکنن؟ رغبت میکنن در خودشون و اینکه مورد ظلم واقع شدن. پس آروم آروم خود همون مدرنیسم و انقلاب صنعتی زمینه‌های تولد نظریه‌ها و ایدئولوژی‌های جدید مثل ایدئولوژی کارل مارکس رو میذاره و کارل مارکس در اواخر قرن 19 کتاب‌های خودش رو در مورد چیستی زمان و مکان و وقایع تاریخی و اون چیزهایی که میشه پایه سوسیالیسم رو میذاره و میمیره و خودش هیچ وقت انقلاب 1917 رو نمیبینه مارکس. اما انقلاب سال 1917 به نام بزرگترین تحول مارکسیستی به حساب میاد در دنیا که تحت تاثیر تفکرات کارل مارکس آلمانی به وقوع می‌پیونده. حالا تحت تاثیر اونه، ولی در چه زمینی؟ در زمینه بزرگترین کشور اروپایی که بیشترین جمعیت کارگر و این کشور تحت به قول معروف سیطره خیلی گشخیمانه تزارهای روسه. کشوری است که در طول قرن 18 کشورگشایی کرده. بسیاری از کشورهای شرق اروپا مثل بلغارستان و اینها رو بلعیده، مثل اوکراین رو و حالا چه کشوری که امروز بلاروس بهش میگه و غیره رو، اینها رو در خودش حل کرده. به کشورهای آسیایی مثل ایران تجاوز کرده و خاکش رو گسترش داده. وقتی خاکش رو گسترش داده یعنی آدم بیشتر، یعنی اقوام مختلف رو زیر پرچم امپراتوری شرقی یه مسیحیت یعنی امپراتوری روسیه در آورده. خب کنترل کردن یه همچین خاکی و یه همچین گستره خیلی سخته، درسته؟ شما می‌بینید که مثلا ژول ورن در قرن 19 داستانی در مورد همین هرج و مرج روسیه می‌نویسه. ژول ورن که نویسنده فرانسوی است. کسی میتونه به من اسمشو بگه؟ میشل استروگوف. داستان میشل استروگوف رو در مورد یک قاصد می‌نویسه که میخواد خبر حمله تاتارها در منطقه قرقیزستان رو به مسکو برسونه. چرا که تاتارها حمله کردن و تمام خطوط ارتباطی به مسکو و سن پترزبورگ اون موقع مرکز پایتختی امپراتوری روسیه سن پترزبورگ برسونه، تمام خطوط تلگراف رو قطع کردن و این شخص مأمور میشه که خبرها رو به سن پترزبورگ برسونه و در این راه چه وقایعی، چه آدم‌هایی، اقوام مختلف رو میگیرنش، کورش میکنن، کسانی که روسی هستن نه کسانی که تاتارن. با خود تاتارها هم استکاک‌های شدید ایجاد میکنه و چه مشقاتی میکشه. یه جورهایی ژول ورن داره فضای روسیه انقلاب صنعتی زده رو نشون میده. روسیه‌ای که به نسبت کشورهای غرب اروپا انقلاب صنعتی به شکل جدایی وارد کشورش شده. در کشورهای غرب اروپا مردمی که در فرانسه و انگلستان هستن انقلاب صنعتی رو درون خودشون حل کردن. حکومت یک سری آرایی، یک سری تمهیداتی اندیشه میکنه تا اون قشر کارگری که ایجاد شدن اسیان نکنن، طغیان نکنن. متوجه هستید؟ ولی در روسیه این قضیه نیست. این حزب کارگران، این کارگرانی که عمده جامعه رو تشکیل دادن زیر سیطره 1% هستن که اشرافزادگان روسیه و دور و برای خود تزار و نیکولای هستن.
و کسانی هستن که زیر چکمه‌های این مستبدین و چیزها دارن خورد میشن. به همین خاطر کارگرها چیکار میکنن؟ از سالهای 1914 1913 انقلاب بلشویکی در روسیه آغاز میشه، ولی در بین مردم اعلامیه‌ها چاپ میشه، بین مردم توزیع میشه. حکومت هر چقدر که میخواد این رو سرکوب بکنه نمیتونه، چون خاک روسیه اینقدر گسترده است که حکومت نمیتونه تمام خاک رو پوشش بده و تمام مردم رو سرکوب بکنه. آروم آروم این جریان ها بین 99% جامعه کارگر هستن منتشر میشه تا در سال 1917 انقلاب در سن پترزبورگ به بار میشینه و لنین یه خطابه معروفی در میدان اصلی سن پترزبورگ داره که عکسش توی اینترنت ها موجود هستش. اما نتیجه چیه؟ نتیجه که در سال 1917 انقلاب که به اتفاق میفته، لنین به عنوان رهبر انقلاب به آلمان پیام ترک مخاصمه میده، میگه ما از جنگ خارج میشیم و صلح میکنه طبق حدود و مرزهای قدیمی با آلمان امپراتوری پروس و فردریش کبیر. خب بعد چه اتفاق میفته؟ در حدود 6 سال از سال 1917 تا سال 1923 و حتی تا سال 1925 شوروی آقای بنی تبا گوشی تو میذاری کنار یا بگیرم مثلا کتابو چجوری از اونجا میبینی؟ برو کتابو تهیه کن، PDF چه شاد در میخوره. یا برو بده پرینت بکنم که قیمتش بیشتر از کتاب در میاد. کجا بود؟ تا سال 1925 روسیه دچار یک هرج و مرجه. چرا؟ چون جنگ بین کسانی که انقلابی هستند و طرفداران کی؟ تزار. جالبه تو خیلی از انقلاب‌ها در قبل از اون و بعد از اون مردم ارتشی ها رو به سمت خودشون، انقلابی ها ارتشی ها رو هم شامل میشن، ولی در انقلاب روسیه ارتش تماما پشت تزاره. نیروهای ارتش روسیه همه تماما پشت تزار هستن و این مردم هستن که کامل دارن انقلاب رو پیش میبرن. خب پس حدود 6 سالی جنگ بین نیروهای ارتش تزاری و مردم انقلابی و کسانی که پیرو انقلاب سوسیالیستی هستن شکل میگیره که یک هرج و مرج ویرانی به تمام معنا در روسیه رقم میزنه. خیلی از شهرها و روستاها و اینها در روسیه در آتش میسوزه. حدود 20 میلیون نفر که اون زمان در سال 1917 رقم بزرگیه. کلا جمعیت ایران اون موقع 20 میلیون نفر نبوده، جمعیت کل ایران. بعد حسابش میکنید در خود کشور روسیه فقط 20 میلیون نفر مردم طبق آمار رسمی که به وجود داره و اون غیر رسمی ها رو اصلا بذار کنار کشته میشن. بعد از 6 سال روسیه تمام تولیداتش به نصف میرسه، به نصف قبل از شروع انقلاب. یعنی تولیدات کشاورزی، چرا که زمین ها همه سوختن، درگیر جنگ بودن، شهرها همه ویران شدن، مردم آواره شدن، اینها باعث میشه که روسیه بلشویکی یا شوروی که تازه ساخته شده، تازه تأسیس شده، به سمت یک چی بره؟ یک نوسازی بره. اینجا حکومت بلشویکی مجبور میشه به روشنفکران، به نظرهای جدید، به متفکرین جدید میدون بده. برای چی؟ برای اینکه خودش رو طرفدار توسعه نشون بده. کشور عقب افتاده 6 سال از تمام اروپا. یعنی از اون نقطه‌ای که تا قبل از این هم بودن که خود همون نقطه هم عقب نسبت به انگلیس و فرانسه در سال 1917 عقب‌ترن. و سیاست لنین این میشه که سریعتر کشور رو بسازه. سریعتر ساختن کشور یعنی چی بچه‌ها؟ زمینه‌های اجتماعی سیاسی اقتصادی داشتن. زمینه‌های توسعه یعنی چی؟ یعنی ساختمان‌سازی. پس معماری باید به سبک یک ساختمان‌های سریع، ساختمان‌هایی که با تکنولوژی همراه بشن و سریع سرپناهی بسازن برای مردم انقلابی و مردم کارگر به این سمت پیش بره. سیاست‌های خود سوسیالیستی کشور رو یک پارچه میکنه از لحاظ طبقاتی
و کلا تمام سیستم طبقاتی‌های سنتی رو که هم از مثلا ارتشداران بوده، هم از صنعتگران بوده، هم از نمیدونم پزشکان بوده، غیره، همه رو تخت میکنه. اصلا در حکومت‌های سوسیالیستی همه در یک رتبه، پزشک با کارگر برابره، حقوقش برابره، مال و املاکش برابره، زندگیش برابره، رفاهش برابره، همه چی در کل کشور باید برابر باشه. پس این کشور نیاز داره که سریعتر خانه‌های اشرافی به کلونی‌هایی که کارگران توش زندگی بکنن تبدیل بشه. تو فیلم دکتر ژیواگو همین اتفاق میفته. خانواده‌ای که دکتر ژیواگو پدر و مادرش میمیرن و توسط یک خانواده اشرافزاده بزرگ میشه یوری، و وقتی که انقلاب اتفاق میفته خونه‌شون رو میان انقلابی‌ها میگیرن و به خودشون یه اتاق میدن، میگن شما هم بشین اینجا، یه اتاق، بقیه اتاق مال ماست. و مثلا خونه‌ای که توش یه خانواده زندگی می‌کرده یهو 50 نفر توی خونه اشرافی. اینا چاره اول دیگه. کشور دچار نابودی شده، مردم آواره شدن، از روستاهایی که سوخته به شهرها منتقل شدن. توی فیلم کاملا همه اینا مشهوده. من وقت ندارم فیلمو براتون بزنم چون کلا بازه کل فیلم 3 ساعته و در تمام این 3 ساعت همه این جنگان‌ها روایت میشه. مردم میریزن بعد زودتر خونه ساخته بشه، تمام این کارگرها تمام اینها برن اونجا سکونت بکنن دیگه. خونه‌های اشرافی معنی نداره، اشراف‌زاده‌ها هم پایین‌ترین درجه‌های اجتماعی تنزل پیدا میکنن و برن با مردم دیگه، با کارگرها توی خونه‌های برابر زندگی میکنن. پس این زمینه‌ها باعث رشد مکتبی میشه به نام کانستراکتیویسم، یعنی ساختاریابی. معماران این مکتب که حالا بهشون میپردازیم مثل ولادیمیر تاتوین یا ملنیکوف، اینها معماران جوان و دانش آموخته‌های جوانی هستن که تو بستر انقلاب خودشون رو میبینن، وسط انقلاب میبینن و میبینن که باید همراه بشن با این داستان. در این حال تفکرات جدیدی دارن که قبل از انقلاب شروع شده. اون تفکرات به واسطه تحصیلشون در اروپا و نقاط دیگه اروپا تفکرات جدید داشتن که انقلاب که حکومت تزار نمیذاشته اجرا بشه. بعد از اینکه انقلاب به وقوع میپیونده، اونها هم میبینن که میتونن معماری رو به شکل جدیدی با حمایت‌های انقلاب بولشویکی آغاز بکنن. خب حالا یه سوال اینجا پیش میاد، آیا کانستراکتیویست‌ها عقایدشون بر انقلاب سوسیالیستی منطبقه، بر ایدئولوژی انقلابی منطبقه؟ چون انقلاب سوسیالیستی وقتی اتفاق میفته مثل خیلی از انقلاب‌ها گفتم بهتون یک حالتی به وجود میاد بهش میگن سوسیالیست. بعد از اینکه این انقلاب تمام میشه تازه متفکران مثل همین لئون تروتسکی و لنین و اینا میشنن ببینن که چطور شده و آروم آروم ایدئولوژی ها رو بنویسن. آیا سبک معماری کانستراکتیویسم رو ما میتونیم منطبق بر نظریه و ایدئولوژی سوسیالیست بذاریم که همون کمونیست باشه؟ نه. تنها نقاط اشتراک بین این دوتا بودن که این دوتا رو با هم دیگه همراه میکنن. چون معماری کانستراکتیویسمی معماری هستش که کاملا بر اصول مدرنیزه و مدرنیسم منطبقه، یعنی استفاده از تکنولوژی، یعنی دوری از تزیینات، یعنی تمام نفی تاریخیگری، نفی سرزمینی و مال سرزمین خاص بودن، همه اینها رو شامل میشه و این مربوط به سوسیالیسم نیست. اما چون در یک دوره سوسیالیسم نیاز داره به بازسازی کشور، نیاز داره که به کارگرها نشون بده که ما طرفدار توسعه هستیم. همین الان هیچ حکومتی نمیتونه خودش رو طرفدار توسعه نشون نده، درسته؟ این در دنیا، در سراسر دنیا همه حکومت‌ها باید بگن که ما طرفدار توسعه ایم. هر حکومتی بگه من طرفدار، من میخوام نابود بکنم، من میخوام توسعه رو جلوگیری بکنم، مردم چیکار میکنن؟ مردم بر ضدش میشورن، درسته؟ حتی اونایی هم که میگن ما دنبال توسعه هستیم، مردم حقیقتش رو که میفهمن میخوان نابودش کنن. این قضیه در مورد سوسیالیست ها هم منطبقه، یعنی سوسیالیست ها نیاز دارن این خیلی عظیم مردمی که انقلاب کردن رو آروم بکنن و بگن آقا ما دنبال توسعه هستیم، ما دنبال پیشرفتیم، ما دنبال صنعتی سازی هستیم، ما دنبال بازسازی دوباره کارخانه‌ها هستیم، دوباره شهرهای بزرگ رو توسعه بدیم. پس نیاز پیدا میکنن به کانستراکتیویسم، نیاز پیدا میکنن به معماران جوان کانستراکتیویسم تا بیان بهشون در این زمینه کمک بکنن. پس اگر سوال البته توی امتحان براتون اومد که آقا آیا کانستراکتیویسم برخواسته از نظریه و ایدئولوژی سوسیالیسته؟ نه. چرا؟ به همین دلیلی که من گفتم خدمتتون. این اثری که اینجا بچه‌ها می‌بینید یک اثر گرافیکی از
معمار، نظریه پرداز، طراح، گرافیکس، عکاس و هنرمند بزرگ روس و کشور شوروی به نام ال لیسیتسکی که همونطور که می‌بینید یک پوستره. این پوستر داره یک مفهوم رو نشون میده، شکافتن دایره سفیدی توسط چی؟ یک مثلث قرمز. این مثلث قرمز نشان کمونیسم و سوسیالیسته که در حال تجاوز و در هم شکستن دایره سفید که مردم سفیدن، به معنی مدرنیسم، به معنی امپریالیسم، به معنی لیبرالیسم. این هاست، یعنی لیبرالیسم رو به شکل یک دایره سفید رنگی نشون داده ال لیسیتسکی که زیبایی داره، هر کسی دوستش داره. دایره سفید رنگش به معنی صلح، به معنی آرامشه، به معنی فلانه. ولی نه این دایره سفید خیلی در یک سیاهی فرو رفته، با یک سیاهی احاطه شده. این دقیقاً نظر سوسیالیست هاست که میگه جامعه‌های بورژوازی و سرمایه‌داری جامعه‌هایی هستن که مردم رو توی یک حباب خوشگل، توی یک دایره سفید فرو کردن، ولی این دایره سفید توسط سیاهی مطلق داره چی میشه؟ احاطه میشه. ولی ما نه، ما سوسیالیست ها از روشنایی میاییم و مثل یک گوهه تیز اون دایره‌ای که، اون حبابی که مردم توش گیر کردن رو میشکافیم و مردم رو نجات میدیم. خیلی ساده. حالا کلاً ویژگی بچه‌ها کانستراکتیویسم یعنی همین. تمام تئوری کانستراکتیویسم در هنر در همین پوستر نمایش داده میشه. ساختار، حتی مفهوم رو در ساختار صرف به نمایش گذاشتن. نگاه انتزاعی به هنر، نگاه استعاره‌ای به هنر، رنگ‌ها رو ببینید، کاربردهاشو ببینید، فرم‌ها رو ببینید. استعاره از همه جا میریزه داخل این هنر و ساختار محکمی که از لحاظ زیبایی شناسی و کمپوزیسیون و ترکیب بندی داره. این اثر یک اثر هستش که هیچ کس نمیتونه بگه از لحاظ ترکیب بندی اشکالی بهش وارده. درسته؟ کاملا تمام مسائل و پارامترهای هنری رو این اثر رعایت کرده، ولی یک اثر کانستراکتیویسمیه. خب اما اولین ساختمانی که بچه‌ها در این سبک ساخته شد توسط ولادیمیر تاتلیل بود. در سال 1919 طرحش رو داد تا سال 1920. خیلی هم تلاش شد که این طرح ساخته بشه، ماکتش هم ساخته شد. اولین معمار این سبک این فرده که البته عکسش مربوط به دوران جوانیشه، ولادیمیر تاتلیل. ایشون این اثر رو به عنوان اثر اینترناسیونال یا بین‌الملل سوم میسازه. این ساختمان قرار بوده یک ساختمانی باشه که از برج ایفل بلندتر باشه. 1/3 از برج ایفل بلندتر، چیزی حدود 400 متر، 390 تا 400 متر ارتفاع داشته باشه و تماماً به وسیله فولاد و شیشه ساخته بشه. تماماً به وسیله فولاد و شیشه. در کجا؟ در سن پترزبورگ. و محل پارلمان سوسیالیستی در مرکز این بنا به صورت معلق ساخته بشه با نمای شیشه‌ای. کلا نظر تاتلیل این بوده که این بنا همونطور که می‌بینید تو حجمش، مفهومش رو دارم میگم، تو حجمش داره نظریه کمونیست رو به نمایش میذاره. نظریه کمونیست بچه‌ها، کمون که کلا واژه کمونیست ازش اومده، کمون یعنی یک حرکت سیال. کمون یعنی تاریخی که داره تکرار میشه. بشری که مدام دچار این تناسخ تاریخیه، از یک نقطه تاریخ شروع میشه به همون نقطه برمیگرده. وقایع تاریخی مدام در طول بازه‌های زمانی مختلف در حال تکرار شدن، مثل این حرکت مارپیچ. ببینید این حرکت مارپیچ مدام اتفاق میفته، ولی بازش چیکار میکنه؟ مدام تغییر میکنه. یه جا بازش خیلی بلنده، یه جا بازش خیلی کوچیکه، مثل این حرکت مارپیچ. این نظریه کمونه، نظریه جامعه شناسی کمونیستی که میگه جامعه همه در یک سطحن، همه انسان‌ها در یک سطحن و جامعه از لحاظ خطی داره یک حرکت انتقالی رو طی میکنه که این حرکت مدام به نقطه قبلی برمیگرده، ولی با بازه متغیر. این بازه ثابت نیست، این دایره همیشه ثابت باقی میمونه و مدام داره به مرکز خودش چی میشه؟ نزدیک و نزدیکتر میشه، ولی مدام این حرکت داره تکرار میشه. خب ساختمانش از 2 شیب تشکیل شده. بچه‌ها تو خود این عکس هم می‌بینید، تو کتابتون هم این عکس هست. یک شیب از اینجا شروع شده و شیب دیگه از این پشت. به عبارتی این
مارپیچ که میبینید سیکل بعدیش اینجاست. دو مارپیچ در کنار هم دارن صعود میکنن و یک شکل مکعبونه‌ای که انگار خود روند زمانه رو دارن در بر میگیرن. این انگار زمان هستش که این نظریه داره دور تا دورش میچرخه. در وسط این حجم همونطور که اینجا یه چیزی میبینید که رنگ سفیده، 3 حجم مختلف آویزونه. من عیناً آوردم چون این جمله توی کتابتون نیست. در وسط این مارپیچ عظیم 3 تا حجم آویزونه. یکی حجم چی داره؟ مکعب داره که یک بار گردش میکنه در سال یک بار دور خودش میچرخه مثل ساعت. یک حجم دیگه حجم هرمی هستش که نوکشه و یک ماه یک بار میچرخه و یک استوانه دیگه در ورای اون همه اینها هستش که زیر این مارپیچه و اون استوانه روزی یک بار میچرخه. یعنی درون این مارپیچ 3 حجم درون هم دوباره وجود دارن که یک دایره بیرونیه مثل استوانه میبینینش که اینجا بیشتر اون دایره دیده میشه. این قرار یک روز یه بار بچرخه، 24 ساعت یه بار بچرخه. درونش دوباره یک دونه چیز هستش، مثلث هستش که اون مثلث هم منشوره. به صورت چی؟ ماهی یک بار میچرخه و خود حجم اصلی پارلمان مثل یک مکعب معلق سالی یک بار میچرخه. این دقیقاً نظریه کومون در مورد چرخش و تکرار تاریخ رو داره نشون میده. انگار جامعه ما، پارلمان حزب غالب و حزب جهانگیر ما یعنی سوسیالیسم داره یک ماه سال دور خودش میچرخه و سال بعد به همون نقطه قبلی برمیگرده. این نظریه. البته اثری که تاتلین طراحی کرد در حد یک ماکت با همین ابعاد باقی موند و هیچ موقع ساخته نشد. قرار بود این اثر تلیعه‌دار مثل برج ایفل که بهتون تو که فصلهای قبل گفتم تلیعه‌دار دوران مدرنه، این اثر میخواد تلیعه‌دار و نوید دهنده طلوع جهان سوسیالیستی باشه و جهان سوسیالیستی با این شعار متولد میشه، انقلاب سوسیالیستی، که ما میخوایم دنیا رو بگیریم. این قضیه در همه هنرها نماد پیدا میکنه. بچه‌ها در سینما مثلا فردی به نام واسیلی پودوفچین، واسیلی پودوفچین یک سینماگره که 3 فیلم میسازه به نام سگانه انقلاب و در قسمت سوم میره سراغ آسیا و این فیلم در چین اتفاق میفته. قبل از اینکه انقلاب بولشویکی و کمونیستی در چین توسط مائو به نتیجه برسه، میان هنرمندان سوسیالیستی و کانستراکتیویسمی زمینه‌هاش رو میچینن و در سینما هم این قضیه ادامه پیدا میکنه. حالا با هم دیگه اونها رو هم می‌بینیم. استاد این بناها تو سبک دشتالی هم گذاشته میشه. عکسش تو سبک دشتال گذاشته ولی مربوط به سبک دیگه است. اینا دیگه طراحی صف آرای هستش. زیرشو بخونید معلومه. اما بچه‌ها یکی دیگر از اولین معماران این سبک که شهرت جهانی پیدا کرد کنستانتین ملنیکوفه. کنستانتین ملنیکوف با یک غرفه‌ای که در نمایشگاه پاریس 1925 طراحی کرد به شهرت جهانی میرسه. غرفه شوروی. بچه‌ها این نمایشگاه رو من باهاش کار دارم. نمایشگاه 1925 پاریس اکسپو نیست. اشتباه نکنید. مثل اکسپو هایی که تا قبل از این گفتیم نیستش. این نمایشگاهی هستش به نام طراحی داخلی آرت دکوریشن که تو فصل بعدی بهش می‌پردازیم و مخصوص ایجاد و معرفی یک سبک جدید هنری در فرانسه است. اما در این نمایشگاه همه کشورهای اروپایی غرفه دارن، حتی کشورهای آسیایی هم غرفه دارن. البته ایران رو من نمیدونم غرفه داشته در این نمایشگاه که نه. منتها رویکرد یگانه‌ای تمام غرفه‌ها دارن با هم دیگه نسبت به هنر. اما کنستانتین ملنیکوف میاد در غرفه‌ای که شوروی در ابتدای تأسیسش، ببینید بچه‌ها هنوز 8 سال از تأسیس شوروی بیشتر نمیگذره، غرفه‌ای رو طراحی میکنه که با اصول کانستراکتیویسمی منطبقه، یعنی تمام احجام به صورت متقاطع ببینید و ساختار بنا به وسیله شیشه به وسیله پلکانی که در نما هستش به نمایش در میاد. ملنیکوف آثار دیگه‌ای هم میسازه که شامل معروف‌ترینشون در مسکو 5 تا باشگاه کارگری میسازه. باشگاه کارگری یکی از اصلی ترین
اندام‌های معماری هستن که در مکتب کانستراکتیویسم ساخته میشن. چرا؟ چون همونطور که بهتون گفتم انقلاب کارگرانه. پس کارگرها، رفاه کارگرها بسیار مهم میشه. کارگرهایی که قبل از این رفاه نداشتن، در جشن‌های اعیانی حضور نداشتن، اصلا آدم به حساب نمی اومدن، این بار در این انقلاب باید بطن اتفاقات باشن. پس میان یکی از بناهای معماری که در این سبک خیلی زیاده باشگاه‌های کارگریه. این باشگاه کارگری 5 تاشون ملنیکوف میسازه در مسکو که این باشگاه‌هایی که ملنیکوف میسازه هر کدوم یک ویژگی خاص معماری دارن و یک جورهای ساختار بنا رو سعی میکنه در باشگاه‌ها به نمایش بگذاره. مثلا این یکیشونه. این یکی دیگه‌شون هستش که میتونید پله‌ها و ساختار حجمی ساختمان رو ببینید. کلاً در معماری بچه‌ها کانستراکتیویسم دنبال این هستش که ساختار، اسکله، سازه و همه اتفاقات، سیرکولاسیون حرکتی درون ساختمان، پله‌ها، این چیزهایی که فوتوریست‌ها میگفتن این بار به نمایش در میاد. این چیزی که فوتوریست‌ها همیشه چقدر این بنا شبیه آثار سانتلیاست، اون چیزی که فوتوریست‌ها در حالت ته باقی موند براشون و در سال 1915 با مرگ سانتلیا نابود شد، این بار توسط کانستراکتیویسم‌ها ساخته میشه. کانستراکتیویسم‌ها همون اصول رو میگیرن و اسم کانستراکتیویسم رو روش میذارن به معنی ساختارگرایی. و ساختار بنا، احجامش، ارتباطاتش، فضاهاش و نحوه استفاده از فضاها باید درون حجم هم به نمایش در بیاد. یکی از مشهورترین باشگاه‌هایی که ملنیکوف طراحی می‌کنه باشگاه راسوکوف هستش. در مسکو در سال 1927. همونطور که می‌بینید بچه‌ها ساختار این باشگاه و این البته ساختمانی که ساختمان آمفی‌تئاترشه کاملا بر روی نما مشخصه. اون چیه؟ سکوهای نشستن تماشاچیان در آمفی‌تئاتر که به صورت حجمی از ساختمون بیرون زده. به عبارت هر کسی که این بنا رو می‌بینه و اون جمله بالا سرش رو می‌خونه واقعا میگه بله این بنا یک آمفی‌تئاتره. چرا که داره ساختار خودش رو به شکل خیلی واضحی نشون میده. حتی پلکانش رو به صورت شیشه‌ای روی نما نمایش میده بچه‌ها. اما یکی از شاید زیباترین آثار کانستراکتیویسمی که اثرش رو روی معماری تا سال 2000 و چند در آمریکا و اروپا میذاره این ساختمان بچه‌ها. ساختمان روزنامه پراودا. روزنامه پراودا کلاً روزنامه‌ای بوده که اهرم اصلی حزب کمونیست برای تبلیغات. پراودا در زبان روسی یعنی حقیقت. پراودا یعنی حقیقت، یعنی حقایق. و این روزنامه اولین بار افرادی مثل لنین، استالین، اینها همه‌شون در طول زمان سردبیران این روزنامه بودن. بعدن که استالین به چیز میرسه، به رهبری شوروی میرسه، میشه سردبیر این روزنامه. و این روزنامه در اصل تریبون اصلی حزب حاکم کمونیست روسیه بوده برای منتشر کردن آرایش و تبلیغ کردن تفکرات و ایدئولوژیش. این روزنامه رو ساختمانش رو در سال 1929 معماری به نام الکساندر وسنین میسازه. الکساندر وسنین بچه‌ها یا وسنین که چهرهش رو می‌بینید خیلی هم شبیه لنین هستش. این روزنامه رو طراحی می‌کنن. چیزی که در این روزنامه تو کتابتون هم بهش اشاره شده خیلی واضح این هستش که کل نمای روزنامه‌اش البته این ماکتشه و این پلان و عکس‌هاش امروز این روزنامه ساختمانش وجود نداره. چیزی که توی نمای این ساختمان می‌بینید که چاله آسانسور به وسیله شیشه به نمایش داره. یعنی حرکت اون اتاق آسانسور رو همه می‌بینن. پلکان‌ها توی شیشه، کل ساختار بنا توی شیشه. کسانی که توی ساختمان کار می‌کنن، دستگاه‌های چاپ، همه از روی نمای ساختمان دیده میشن. حتی خود این بنا هم شبیه یه دستگاه چاپه. نگاه کنید این چرخی که اینجاست. نگاه کنید به این حرکت بیرون زده منشوری که اینجا وجود داره و این خرپاهایی که به توی نما کابل‌ها رو دارن میکشن. حتی بچه‌ها گوش بدید، حتی دقت کنید به اون پروژکتوری که بالای ساختمون
یه جورهایی داره نور میده و نشانه همون حقیقت و روشنایی هستش که به شکل یک پروژکتور کارخانه‌ای داره نمایش داده میشه. انگار یک کارخونه است اینجا. در اصل اونها نگاهشون به روزنامه هم کارخانه ساخت چیه؟ ساخت حقیقته که حقیقت رو ما توی ساختمان می‌سازیم. سلام سری بشین آقای. خب اما جالبه تو کتابتون نظر الیسیتسکی رو نوشته. باز همونطور که بهتون گفتم الیسیتسکی یکی از تاثیرگذارترین کسانی است که باعث گسترش مطلب کانستراکتیویسم به اروپا میشه. الیسیتسکی بچه‌ها در بین سالهای 1922 تا 1928 در مدرسه باهاس درس میده. این فرد و یک جورهایی بهش میگن پیامبر کانستراکتیویسم در دنیا. کسی است که معماری و نظرات کانستراکتیویسم ها رو در معماری و هنر به سراسر اروپا منتقل میکنه و شاگردانی که خودش در مدرسه باهاس هم داره رو زیر نظر خودش با این قوانین، با این اصول آشنا میکنه. حتی جالبه با کتابهاش، با نظریاتش، با مقالاتی که مینویسه این معماری رو به چشم افرادی مثل والتر گروپیوس و اینها هم میاره. این نکته جالبش هست. افراد حتی بر اثر بر تفکرات والتر گروپیوس، حتی بر تفکرات میسپند رو هم به وسیله مقالاتش، به وسیله تلاش‌هاش الیسیتسکی اثر میذاره. حالا عکس الیسیتسکی رو بعداً می‌بینیم. اما آثار دیگه‌ای که توسط کانستراکتیویسم ساخته شده، همونطور که بچه‌ها بهتون گفتم کانستراکتیویسم ها شعارشون هستش که ما معماران آینده شوروی هستیم. ما معماران سوسیالیست هستیم. سوسیالیست یعنی جهان آینده. پس ما فقط ساختمان و مسکن و خونه و باشگاه و سینما و غیره و ذالک نمی‌سازیم. ما هر آن چیزی که یک حکومت و یک کشور برای پیشرفت نیاز داره می‌سازیم. از جمله چی؟ ویکتور بسینین یکی از دو برادر داشته الکساندر بسینین به نام ویکتور و لئونید. ویکتور یکی از طراحان اصلی این سد هستش که سد بزرگ ویمپر نام داره در روسیه امروزی و یکی از بزرگترین سازه هایی بوده که در اون زمان در دنیا ساخته شده. در زمان خودش بی‌نظیر بوده و این سد همچنان یکی از پرآب‌ترین سدهای اروپاست. در سال 1922 این سد رو طراحی کرده. الیسیتسکی اینه شخصی که از لحاظ معماری آثار بسیار کمی ازش باقی مونده، ولی به طور کلی الیسیتسکی رو نقاش، گرافیست که پوستر اول کار رو دیدیم ازش، معمار، نظریه پرداز، نویسنده، منتقد هنری و غیره به حساب میارن. یک آدم همه کاره که در تلاش اصلیش تبیین تفکرات کانستراکتیویسمی و انتقال این تفکرات به سراسر اروپاست. نفر دیگه ای که بچه‌ها مهمه فردی است به نام لاسلو موهولیناگی. لاسلو موهولیناگی معمار نبوده بچه‌ها، اما نقاش، گرافیست، عکاس و استاد مدرسه باهاسه. موهولیناگی مجاره، اصلا روس نیست، ولی یکی از کسانی است که در روسیه تحصیل کرده، در شهر سن پترزبورگ تحصیل کرده، تحت تاثیر هنر کانستراکتیویسم قرار میگیره و امروز فردی هستش که یک دانه کتابخانه از دانشگاه در شهر بوداپست به نام ایشونه و حتی یک شرکت مهندسی نرم افزار به نام اوپن لاسلو به افتخار این شخص نامگذاری شده و در تاریخ مجارستان تا قبل از سینماگران جدیدشون مثل بلاتار و غیره و نظریه پردازان جدیدی که در حدود 20 سال پیش تربیت کردن، لاسلو موهولیناگی بزرگترین شخصیت هنری است و نقاش و گرافیست و عکاس هست. شاید آثارش از نظر شما خیلی آثار ساده به نظر بیاد، ولی این آثار تماما اون چیزی که کانستراکتیویسم درون خودش شعار میده و فریاد میزنه رو به شکل کامل و بایسته‌ای نشون میده. حتی خیلی جالبه، حتی خیلی از کارهایی که لاسلو موهولیناگی در آثار گرافیستیش و تابلوهای گرافیستیش اعمال میکنه امروز جزو اصول رشته گرافیکه، مثل کلاژ.
اصلا کلاژ رو لازلو مولناگی ابداع میکنه و تابلوهایی با استفاده از کلاژ عکس‌های خبری ایجاد میکنه که من حالا عکسش رو نذاشتم. اما چندین اثر دیگه از کانستراکتیویسم تو کتابتون بچه‌ها یک ساختمان در آمریکا هم که تحت تاثیر کانستراکتیویسم در صفحه 84 معرفی شده، ساختمان وجوه پسنداز فیلادلفیا که شباهت خیلی زیادی به آثار کانستراکتیویسمی داره، یعنی آثاری که ساختارشون رو به طور کامل نشون. یه چیزی رو میخوام بچه‌ها بگم، نمیدونم اون عکس معروف رو ازش گذاشتم حذف کردم. یه چیزی رو دقت بکنید بچه‌ها، این ساختمان‌ها با زمانی ساخته شده که هنوز توی سن پترزبورگ ماشین نبوده. ببینید تو هر یعنی مردم عمده‌ترین وسیله نقلیه‌شون کالسکه بوده. زمانی که انقلاب بولشویک اتفاق میفته خودرو درون سن پترزبورگ نیست. تو فیلم دکتر ژیواگو هم قضیه هست، خلاص سعی می‌کنم چند تا صحنه‌شو رو هم ببینیم. آسانسورها بودن، صنعتی بوده، ولی این صنعتی سازی به شکلی که در نقاط دیگر اروپا بوده به روسیه نیامده. من چی دارم میگم؟ در نقاط مختلف اروپا و آمریکا و انگلستان و اینها مردم کسانی هستن که تو بستر صنعتی و از لوازم صنعتی استفاده میکنن، ولی روسیه اینجوری نیست. روسیه استفاده از خودرو، استفاده از رادیو و غیره فقط در انحصار خانواده سلطنتیه، فقط در انحصار ارتشی‌ها و کسانی که وصلن به خانواده سلطنتی. خب همین اتفاقی که قبل از انقلاب در ایران داره اتفاق میفته دیگه، ما نباید خودمون رو پول بزنیم. در ایران مردم در به در و بدبختن همه، ولی کسانی که به حکومت متصلن، هم از ژاندارمری، شهربانی، ارتش، غیره، هر کسی، کارمندان دولت، همه ماشین دارن، زندگی دارن، رادیو دارن، تلویزیون دارن، مبلمان دارن تو خونه‌هاشون، ولی مردم دیگه همه در به درن. ما در ایران در قبل از سال 1357 مردم همه با همه توی خونه‌های اتاق زندگی میکنن، یعنی تو خونه‌های مختلفی هستن که تو هر اتاق یک خانواده تشکیل خانواده میده، یک زن و شوهر جدید، خونه نمیتونن برن تهیه کنن. به این که یه حزب حاکمی، حالا هم ممکنه همین اتفاق افتاده باشه دیگه، ما کاری نداریم و الان کاری نداریم، الان هم همین اتفاقات داره میفته، در شکی نداریم. همین قضیه یه جورایی داره کمونیستی رو به یاد ما میاره که ایران تاریخ تکرار میشه. همین شوروی به خاطر همین تکرار تاریخ دوباره فروپاشی، یعنی خود بلایی که سر کمونیست اومد همین بود، همون چیزی که انقلاب کردن به خاطرش خودشون رو ساقط کرد. یه جورهایی تاریخ داره تکرار میشه. من میخوام درک بکنیم که این فاصله چقدره. پس انقلاب صنعتی که تو اروپا با تمام مظاهر مدرنیستی برای مردم همراهه، تو روسیه این اتفاق براش نمیفته. مردم 99% مردم که کارگرن زیر دستن، بدبختن، در به درن. حتی جالبه خودشون رو نمیتونن گرم کنن، حتی نمیتونن هیزم تهیه کنن. چرا؟ چون حدود 85% کل خاک روسیه زیر پوشش یخ و سرماست. روستاهای دور افتاده روسیه محروم از اولیه ترین نیازهای زندگی هم. خب یه همچین آدمای جمع میشن میان به شهر، توی شهر چه چیزی آیدشون میشه؟ کارگری، کارخونه ها، استثمار شدن توسط آدم‌های پولدار و سرمایه‌دار. بعد چند سال میاد اینجا کار میکنه، تحت تاثیر اطلاعیه‌ها و مقالاتی از قرار میگیره که حزب کمونیسم تازه تأسیس کوچولو زیرزمینی فعالیت کن به دستش میده. آروم آروم مردم تفکراتشون سوسیالیستی انقلاب. و بسیاری از ساختمان‌هایی که توی سبک کانستراکتیویسم ساخته شده، بچه‌ها عکسای سیاه‌سفیدشون که امروز از زمان ساختشون هست، هنوز مردم رو درشت فعالیت رفته بودن و یک خودرو زیر پای مردم نیست، با اینکه احجام بسیار مدرنی داره اتفاق میفته و سالها طول میکشه که پیشرفت شوروی به مثلا سالهای 1940 برسه، آغاز جنگ جهانی دوم، که تازه وقتی به سال 1940 میرسه جنگ جهانی دوم شروع میشه و هیتلر بهشون حمله میکنه و میاد تا خشتک به قول شوروی میرسه. ما امروز شما اگر مطالعه کوچیکی در مورد جنگ جهانی داشته باشید، وقتی میگه نبرد استالینگراد یکی از شهرهای اصلی روسیه است. استالینگراد تا مسکو کمتر از 100 کیلومتر فاصله و شما ببینید هیتلر تا استالینگراد که میره، چون
سنت پترزبورگ رو بعدن اسمشو میذارن، اول میذارن پتروگراد، بعد میذارن لنینگراد. مسکو هم که مسکو، استالینگراد، یعنی 3 شهر اصلی شوروی. هیتلر تا میان چشم هم بزنن خودشون رو پیدا بکنن، هیتلر نابود میکنه و میرسه به استالینگراد و استالینگراد یک شهر ویرانه میشه بعد از نبرد استالینگراد که چیزی حدود 6 ماه طول میکشه و تازه شوروی خودش رو پیدا کرده، مردم رو بسیج کرده، به زور تفنگ داره میفرسته به استالینگراد. تو فیلم‌هاشون ببینید هر کسی که جنگنده بوده، هر روسی که میرفته به سمت دشمن برمیگشته، یه افسر عقب وایساده بوده میکشتش. یعنی هر کسی رو که پشت میکرده به دشمن رو همونجا اعدام انقلابی میکرده، همونجا اعدام نظامی میکرده. خیلی اصلا عجیب غریبه قضیه استالینگراد. استالینگراد با خاک یکسان میشه توی 6 ماه جنگ. و جالب میشه اینجایی که استالینگراد رو میتونه حفظ بکنه و نجات بده از دست هیتلر، تازه میشه آغازی بر پیروزی‌های شوروی و آروم آروم شوروی هیتلر رو عقب بزنه تا اینکه دوباره بره به برلین برسه و برلین رو فتح بکنه. بچه‌ها سیستم اتفاقات تاریخی خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده. اما ایده ها و طرح‌های معماری کانستراکتیویسم که ما میتونیم الان دسته‌بندیشون کنیم، ازشون استفاده کنیم. معماری در خدمت چی؟ توسعه و پیشرفت جامعه. یعنی سیاست اصلی حزب کمونیست این بوده که بیاد از همه، از معماران، هنرمندان و غیره در جهت توسعه جامعه استفاده کنه و کانستراکتیویسم ها اینجا میدان پیدا میکنه. بعد اعتقاد به علم و تکنولوژی، نگاه به آینده و عدم به کارگیری نمادهای تاریخی به 1001 دلیلی که گفتم بود. اهمیت ساختار بنا و نمایان کردن بخش‌های عملکردی بنا بر روی بنا. گاهی وقت‌ها مثل بناهایی که تو اسلاید قبل دیدید شما می‌بینید سطح شیشه خیلی زیاد نیست، اما ساختار بنا روی بنا به نمایش در میاد. حتی در این برج اون پلکان‌هایی که به شکل تراس‌های اوریان روی برج دارن به نمایش در میاد. این یعنی ساختار بنا. چی بوده؟ ساختار به معنی خود ساختار ساختمان، عملکرد ساختمان. زمانی که شما اون دیاگرام عملکردی حبابی بود که می‌کشیدین، به صورت نمایان روی نما ببینینش، روی نما احجام اون عملکردها رو به صورت بیرون زده به نمایش در بیاره. ساختمان ساختار خودش رو از بیرون نشون بده. مگه من چیزها رو نشونتون ندادم؟ باشگاه کارگری نشون ندادم که پلکان‌ها، سالن‌ها، غذاخوری‌ها همشون پشت شیشه دیده میشن. یعنی تو وقتی از کنار این ساختمان رد میشه، عملکردش رو به عنوان یک فضای تفریحی درک می‌کنی. هیچ رجعتی هم به نمادهای تاریخی نداره. به کارگیری و نمایش فناوری و مسائل سوالواش چیه؟ ماشین نبوده میگیم سوالواش چیه؟ آقا ماشین نبوده، ماشین بوده، من نمیگم نبوده. 2000 مردم عادی از این قضیه استفاده نمی‌کردن که انقلاب اتفاق میفته. بعد آروم تا دهه 1940 جامعه سعی میکنه همه مردم رو در یک سطح بهشون چی بده؟ رفاه بده. هرچند 6 سال ابتدایی انقلاب هم توی گفتم همراه قحطی‌های بزرگ، کارخانه‌ها همه میخوابه، شهرها ویران میشه، خونه‌ها از بین میره، مردم هیزم هم ندارن خودشون روشن کنن. ولی نکتهش این هستش که همه مردم عین همن. یعنی توی فیلم دوستاش بابام همین نشون داده میشه. یعنی تمام طبقه مرفه میان همتراز کارگران میشن. اگه کارگران چیزی ندارن، اونها هم چیزی ندارن. تا 6 سال روسیه دچار جنگ داخلیه بین شوروی‌ها و تزاری‌ها. خب اما بچه‌ها فیلم‌های زیادی من تو این زمینه میتونم بهتون معرفی کنم. فیلم‌های خود روسی هستش، 4 تا اول فیلم‌های روسیه. مردی با دوربین فیلمبرداری از ژیکا ورتوف کارگردان مستند روسی هستش با اصلیت یهودی که در اوکراین امروزی زندگی می‌کرده، در شهر اودسا، و یک فیلمی می‌سازه به نام مردی با دوربین فیلمبرداری. این پوسترشه. یک قسمت شما امروز می‌بینیم یکی از بهترین فیلم‌های مستند تاریخ سینماست. به صامت هم هست، یعنی هیچ گفتاری نداره، حتی میان نوشتی هم که تو فیلم‌های صامت هست نداره و تمام فیلم با استفاده از موسیقی و تصویر نمایش داده میشه. این فیلم زندگی مردم شهرهای اودسا، خارکوف و کیف رو در انقلاب بولشویکی در کشور شوروی نشون میده
در چه سالی؟ در سال 1929، یعنی زمانی که ثبات اتفاق داره میفته در شوروی. زندگی اشخاص رو از صبح اول صبح تا شب زندگی مردم رو به نمایش میذاره و اینکه مردم چگونه زندگی میکنن، همه کاستیم ها، همه زیبایی ها، صنعتی سازی تو این فیلم نمایش داده شده. این فیلم رو بچه‌ها اگر بخواید میتونم کامل براتون بگم، 1 ساعته، ولی فیلم خیلی جالبه، دیدنی هم هست، یعنی شما رو قطعاً متعجب میکنه، هم از نبوغ این شخص در فیلم سازی و اینکه خیلی از تکنیک هایی که امروز تو فیلم سازی استفاده میشه تو این فیلم، مثل انیمیشن، مثل نماهای چند نور، نماهای لبه به لبه، نماهای که بهش نمای هلندی بهش میگیم و غیره، توی این فیلم وجود داره. فیلم مادر توسط واسیلی پودوفکین که دقیقاً انقلاب 1917 رو در قالب زندگی یک زن به نمایش در میاره که شخص اصلی داستانه. فیلم آلیتا که ملکه مریخ که یک فیلم علمی تخیلی مال یاکوف پروتازانوف که این فیلم هم یک جورهای فیلم تخیلیه، ولی میتونید معماری کانستراکتیویسمی رو در اون تصاویری که از مریخ خیالی نمایش میده ببینید که این فیلم هم توی فضای اینترنت وجود داره، میتونید دانلودش بکنید. فیلم بابل جدید توسط گریگوری کوزینتسف یکی از بزرگترین معماران فیلمسازان شورویه که تا سال 1940 تا سال 1964 و بالاتر فیلم سازی میکنه و یکی از بهترین هملت‌های تاریخ سینما رو این فرد ساخته. گریگوری کوزینتسف که هملتش رو نمیدونم دارم یا نه اینجا براتون نمایش بدم. و فیلم دکتر ژیواگو از دیوید لین 1965. بچه‌ها این فیلم در انگلستان ساخته میشه و یک فیلم ضد بولشویکی. به عبارت این فیلم کلاً سعی میکنه پنبه کمونیست رو بزنه. بر اساس یک رمانی هم از بوریس اسمش یادم رفت، از یک نویسنده روسی ساخته میشه. این نویسنده روسی از شوروی هم فرار میکنه و این کتابش توی اروپا و آمریکا خیلی خواننده پیدا میکنه. این فیلم رو بر اساس اون رمان می‌نویسه در مورد زندگی فردی به نام دکتر ژیواگو هستش که من یه سرنوشت امروز براتون میذارم. چرا روشن میکنه اینو پازش بکن.